آقا سلام به همه بازماندگان کریپتوکارنسی. دوستان عزیزم، امروز 2 نوامبر ساعت 6:54 استارت میزنیم تحلیل بیت کوین و تحلیلی که منتظرش بودین. قبل از شروع تحلیل به نکاتی که خدمتتون عرض میکنم توجه داشته باشید. چنانچه ما پروسه رو شروع کردیم و طی 1-2 سال آینده این پروسه رو ادامه خواهیم داد، یعنی ارائه تحلیل در یوتیوب. توجه داشته باشید تحلیل های من، تحلیل های ما، تحلیل هر کس دلیلی برای روش سرمایه گذاری شما نیست و اینکه شما چه تصمیمی میگیرید که با دانش این تحلیل ها چه کاری انجام بدین کاملا بستگی به شما داره. دوستان عزیز، تحلیل ها سیگنال معاملاتی نیستن. تحلیل ها یک دیدگاهن جهت این قضیه که من هم خودم میرم یه سری وقتا تحلیل نگاه میکنم. چرا؟ جاهایی که در بازار احساس گنگی میکنم میرم چهار تحلیل نگاه میکنم، ببینم نظر افراد مختلف چیه، بلکه بهم پرسپکتیوی بده، نگاهی بهم بده، چشماندازی بهم بده از بازار که شاید خودم ندیده باشم. و استفاده‌ای که شما از تحلیل میتونید بکنید و از ویدیوهای تحلیلی بکنید اینه که هم بهتون کمک کنه که یاد بگیرید بهتر بتونید تحلیل کنید، همین که باید به کجاها توجه داشته باشید، چطور توجه داشته باشید، و در نهایت آن کسی که مسئول مراقبت از سرمایه شماست فقط و فقط شما این، و کسی که مسئول مراقبت از سرمایه های منه فقط و فقط منم. و در نتیجه نهایت استفاده مفید از تحلیل رو داشته باشید. به اضافه اینکه اگر خواستید براتون یه ویدیو بسازم از اینکه بهتون بگم توی ویدیوهای تحلیلی باید چجوری تحلیل رو گوش کنین، چی ازش برداشت بکنید، بهم تو کامنت ها بگین، براتون اون ویدیو رو میسازم. مخلصتون هم هستم. بریم سراغ ویدیوهای تحلیلی. چارت رو پشت سر من به صورت واضح دارین. توجه داشته باشین یوتیوب امکاناتش با اینستاگرام خیلی فرق داره. بلکه شما اگه مثلا دارین سفر رو با فیلم رو دارین با کیفیت پایین نگاه میکنید، یه گزینه هست اون پایین ماینا مثل چرخنده، مثل ستینگ، میری اونجا تو ستینگ عوض میکنیش و مثلا میای میذاری روی کیفیت ویدیو رو میتونی عوض کنی بذاری رو کیفیت مثلا 1080. میتونی تو بالاترین کیفیت ممکن ببینی که با وضوح همه چیز مشخصه. این کیفیت ویدیویی که داری میبینی بر مبنای سرعت اینترنت و کیفیت اینترنت خودته. میتونی اینو تغییر بدی. توجه داشته باشید که از امکانات یوتیوب خیلی متفاوت‌تر از اینستاگرام خیلی راحت بتونید استفاده کنید. بریم سراغ تحلیل بیت کوین. آقا بیت کوین ما توی هفته قبلی یا 10 روز قبل که تحلیل ازش داشتیم توی تحلیل خدمتتون عرض کردیم که مهمترین قسمتی که بیت کوین باید بهش برخورد بکنه ناحیه 35970 که اونجا براتون گذاشتم. اون خط مشکی که الان میبینید همین امروز ما باهاش برخورد داشتیم و یه فشاری به بازار وارد شد از برخوردش به اونجا. حالا سوال اینه که فشاری که بهش وارد شد چه فشاری؟ تایم فریم 15 دقیقه میریم نگاه میکنیم، میبینیم 2 تا 15 دقیقه پیش برخورد داشتیم یه فشاری بهش اومده. فشاری که بهش اومده ارزش داره؟ خیلی ارزش خاصی در فضای بزرگ نداره. تو فضای کوچیک ممکنه تاثیر داشته باشه، تو فضای بزرگ نه. این انقدر فشاری که اینجا بهش اومده یه فشار کاملا عادیه به خاطر اینکه اونجا سطح ارز است. و میخوایم چیکار کنیم امروز؟ میخوایم بیایم آقا از بیت کوین این چیزامونو از چارت کلا پاک کنیم. چیزایی که از قبل داشتیم رو روی چارت پاک کنیم و بیایم چارت روی مقداری خامتر نگاه کنیم. همونطور که میدونید یکی از آموزش‌ها و نکاتی که باید داشته باشید اینه که توی تحلیل ها همیشه سعی کنید تحلیل های گذشته خودتون رو، مثل تصویری که از من دیدین که جاهای مختلف خط کشی ها و باکس ها و اینا بود، اینا رو باید سعی کنید رو صفحه خودتون نگه دارید برای اینکه بدونید در گذشته چه تحلیل هایی داشتید و چقدر تحلیلاتون صحیح بوده و خط فکری که از قبل داشتید رو بتونید در صورت صحیح بودن دنبال کنید و ادامه بدید. در مورد ما که قضیه گذشت و کلا همه اون اتفاق افتاد و پروسه دیگه مهم نبود که اونا رو بخوام نگه دارم، در نتیجه برش داشتم از صفحه.
آقا بیت کوین، اگر ما بریم بیت کوین رو تو فضای بزرگتر نگاه کنیم، من 3 روزش میکنم تایم فریمو که یه مقداری چارت جمع‌تر بشه، بالا پایینش رو بتونیم بهتر ببینیم. ببینید دوستان، بازار رسیده الان توی مقطع اساسی که مد نظر ما بود و مورد نظر ما بود. مقطع اساسی که همون محدوده و محدوده که نیست، همون سطح 36,000 که جای اساسی ماست، به اونجا ما رسیدیم. حالا انتظاراتمون از بازار چیه؟ و یه نکته مهمتر اینه که همه احتمالا شما که دارین این ویدیو رو میبینین چند دسته اید. دسته اول شما افرادی هستن که توی بازار هستن الان و نمیدونن باید چیکار کنن، مثلا کجا بخوان تخلیه کنن یا نگه داریم یا چیکار کنیم، این سوالا دارین معمولا. و دسته‌ای در بازار هستن که میگن آقا اگر هنوز نخریدیم و اگر بخوایم بخریم باید چیکار کنیم. مثلا سعی میکنم در مورد جفت این دسته ها صحبت کنم که یا توی بازارن یا بیرون بازارن. سعی میکنم جفت این دسته ها صحبت کنیم که باید چیکار کنم. توجه داشته باشید، به صورت تکنیکالی در سطحی که ما قرار داریم سطح بازگشت قیمته. تکنیکالی سطح بازگشت قیمته. من اینجا رو پا میشم، اینجا در خدمتتون هستم، بعد دوباره میام میشینم. سطحی که اینجا داریم به صورت تکنیکالی سطح بازگشت قیمته. یعنی چی؟ یعنی اینجا اگر عقلانی بازار بخواد رفتار بکنه، اگر عقلانی بخواد بازار رفتار بکنه، باعث این، یعنی مدلش به این شکله که ما یک اصلاح خوشگل تا حدود $30,000 داریم، توی سناریوی مناسب تا 31,000 دلار اصلاح مناسب داریم و بعد ادامه حرکت صعودی. اما در حالتی که یه مقدار فشار بیشتر بشه، اصلاح تا 28,000 خوردی داریم، 28,000 مثلا 600 داریم و بعدش ادامه حرکت به سمت بالا. حالا نکته اینه که این مسیر منطقیه. سوال اینه آیا ما با یک موجود منطقی سر و کار داریم؟ سوال اینه که خیر. توجه داشته باشید، بیت کوین ذاتش کلن بولیشه. یعنی این موجود از زمانی که خلق شده بولیش بوده. در نتیجه در سبزی های بازار عموماً دیوونه بازی در میاره. درسته که من قبلا، شما ویدیوی قبلی تحلیل قبلی رو هم ببینی، با ویدیوی تحلیل امروز منافاتی نداره، فقط با این تفاوت که در تحلیل قبلی یه مقداری بلندتر بازار رو بررسی کردیم، الان داریم یه مقداری کوتاه‌تر بازار رو بررسی میکنیم. توجه داشته باشید، اگر ما بخوایم نگاهی به سیستم فراکتالی بازار داشته باشیم که فکر میکنم در ویدیو قبلی هم ما چنین بررسی داشتیم، اگر برگردیم بریم به سال 2019 و مسیر رو متشابه سال 2019، همونجور که گفتم مسیر رو مشابه سال 2019 میبینیم، در مسیر سال 2019 این بازار تونست سطح 8,000 خودش رو بشکنه و بره بالاتر و با یک اصلاح به سمت یک قله بالا که جای تر و تمیزی بود برسه. یعنی چی؟ یعنی ما اگر در فضای امروزی فضا رو بخوایم متشابه با فضای 2019 نگاه کنیم، من بازم 3 روزش میکنم که چارتم جمع‌تر شه. اگر بخوایم فضا رو متشابه با فضای 2019 در نظر بگیریم، ما انتظار داریم پس از شکستن سطح 35,000 بازار تا سطح 38,000 تا 40,000 خود 40,000 بازار بالا بره و بعد از 40,000 اصلاح شروع بشه و سپس بعد از اصلاح کجا بره الان بهتون میگم. تا 42,000 انتظار داریم بره، نه 40,000، تا 42,000 انتظار داریم بره و بعد از 42,000 و اصلاح کردنش بعدش حتی بره و تپه های یا قله های 48,000 رو هم حتی
فتح بکنه و بعد از فتح 48,000 اوضاع بازار میتونه مثل سال 2019 پیچیده بشه و دوران برزخی رو مجددا تکرار بکنه. آقا هنر پول در آوردن از بازارهای مالی هنر کار کردن با زمانه. این که شما در چه مدت سرمایه گذاری چقدر درصد سود میگیری این هنره. مثلا من اومدم 7 ماه، الان ما آبانیم، الان 7 ماه و 10 روز توی این مارکت نبودم. آخرین جایی که من توی این مارکت بودم از 20,000 تا 28,000 بود. از 20,000 فکر میکنم از اینجاها، از اینجاها تا 28,000 بود که تا 30,000ش من نرسیدم. یه موج من اینجا آخرین باری که تو بازار بودم. بعدش الان از اون موقع تا الان من توی این مارکت نبودم. خب از 28 اسفند تا به امروز چی رو از دست دادم از بازار؟ چیز خاصی رو از دست ندادم. اگه من توی این 8 ماه تو بازار بودم خیلی بیشتر هرس می‌خوردم. شما که 8 ماه اخیر رو توی این بازار بودین خودتون میدونین چقدر هرس خوردین از بالا پایین‌های بازار. من خواستم اون هرسا رو نخورم. کلاً اگرم میموندم از 28,000 که میموندم و فرضاً نمیفروختمش و تا 30 مثلا 5-6,000 هم باش میموندم، اون مثلا 20% سود اونقدری به هرس 7-8 ماه هم نمیارزید. هرچند که توی این ماه ها از بازارهای دیگه هم سود خاصی نگرفتم، اما خب 7-8 ماه زندگیمو حس میکنم از دست ندادم، به خاطر اینکه 7-8 ماه چشم ندوختم به قول چیز نشستم به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد. آقای ابتهاج نشسته بودم 8 ماه به در نگاه کنم دریچه آه بکشه، بلکه تایمم گذشت. 7-8 ماه به کارهای مختلفم رسیدم، دوباره رسیدم سر بازار. هنر استفاده از بازاره. ببین شما یه وقتی یه سری افرادی میبینی که هنر دارن تو استفاده از بازار، مثلا میان 3 هفته توی بازار هستن، 3 تا آلت کوین گولاخ انتخاب میکنن برای هولد کردن. یکی از مشاوره های درشتی که ما تو سال 2020 و 2021 میدادیم، 5 تا آلت کوین گولاخ به طرف معرفی میکردیم، میذاش هولدش میکرد، 300-400% 4-5 ماه ازش سود میگرفت، تمام بار خودش رو میبست میرفت. و حالا خیلی وقت این قدمات رو ارائه نکردیم، نمیدونم ارائه خواهیم کرد یا نه، ولی هنر استفاده از بازار به این شکل بود. حالا یه سری میان میگن که آقا تویی که داری میگی کسی مثلا تو 4-5 ماه 300-400% از هولد یه ارزی سود گرفت و پا شده رفته، مثلا اینا دروغه، نمیدونم اشتیاق ایجاد کردنه، نمیدونم تبلیغاته، نمیدونم حالا هر چیزی میخوان اسمشو بذارن. تو هر چی دلت میخواد، یعنی کسایی که اگه چنین فکری میکنی تو هر چی خودت دلت میخواد فکر کن، ولی اتفاقی که افتاده واقعیته. به کسی که رفته و یک جایی رو دیده و یک سودی رو و یک زندگی رو لمس کرده، تو نمیتونی بگی چیزی که لمس کرده دروغه. تو ممکنه باورش نکنی، ولی اونی که اون لحظه رو زندگی کرده اون باور داره این قضیه رو، به خاطر اینکه براش اتفاق افتاده و کاملا براش چیز عادیه. برای ما که 5-6 سال توی مارکت هستیم چنین اتفاقاتی کاملا عادیه و اینکه بتونیم حالا پیدا کردنش شاید سخت باشه، انجام شدنش شاید سخت باشه، ولی وقتی که انجام میشه کاملا نرماله. یهو 4 برابر میشه ظرف 1 ماه 2 ماه و سودتو میگیری یا بازار رو میری. مثلا همین چند وقت قبل ارز TRB همین اتفاق براش افتاد، ترایب همین اتفاق براش افتاد، فکر کنم 5 برابر شد ظرف شاید 1 ماه 2 ماه. و از این اتفاقات تو بول مارکت های کریپتو باز هم میافته، 5 برابر میشه، 10 برابر میشه. فقط باید چیز خوبی رو انتخاب بکنی برای سود گرفتن. این اون حرفیه که من دارم میگم 20% که من اینجا از دست داده باشم اصلا هیچ اهمیتی نداره، به خاطر اینکه هیچ فرقی نمیکنه، به خاطر اینکه من
8 ماه تور بافتم واسه اینکه صبر کنم برسم به یه جای، یهو از بازار 80% بگیرم، 150% بگیرم. میخوام چیکار کنم 20% ها رو من اینجاهای بازار میخواستم، اینجاها 20%، 5% برای من قانع کننده بود. تو بول مارکت 20% بشه دردم میخوره. تو بول مارکت من اینجا پهم بخرم 20% سود میده. حالا از این قضیه بگذریم، دوباره بیایم صحبت خودمون. من این ساختار رو بهتون توضیح دادم که چه اتفاقی در مسیر رفتاری بیت کوین خواهد افتاد. توجه هم داشته باشین، انشالله زمان به ما اجازه بده، انرژیش باشه و همه چیش فراهم باشه، ما این پروسه رو ادامه میدیم و سعی میکنیم هر هفته، هر 10 روز، یعنی سعی میکنیم ماهی دیگه 2 تا 3 تا تحلیل رو بتونیم از بازار حداقل به صورت جامع داشته باشیم. بعدن اگه بازار بولران شد، مخاطبای یوتیوبمون زیاد شدن، طرفدارمون بیشتر شد، لایک و کامنت ها و انرژیامون بیشتر شد، اونجا شاید مثلا روزی 5 تا تحلیل بذاریم براتون تو یوتیوب. ولی خب باید کم کم این قضیه اتفاق بیفته. بریم سراغ ادامه داستان. پس ما این ساختار رو در موردش صحبت کردیم که این مسیریه که مورد نظر هست در مورد بیت کوین که کاملا هم فکر می‌کنم براتون تصویرش واضح باشه. آن چیزی که من در مورد بیت کوین امروز می‌بینم اینه که دانیال باید زود قبول کنی که ما یک بول سایکل اینجا داریم. تو ویدیو قبلی هم تقریبا یه چنین حرفی زدم. باید بپذیریم بول سایکل وجود داره. ببین بیت کوین بول سایکلش یه مقداری مریضه همیشه و باعث این میشه که تو خیلی دیر بفهمی تو بول سایکلی و حتی شاید خیلی دیر بفهمی که تو بول سایکلی. همین جاها که فضاهای شبیه به فضاهای چه میدونم، فضاهای ناجوری که مشخص نیست چی به چی و این داستان ها، همین فضاهایی که اوضاع به هم ریخته است، بلبشوه، توی همین فضایی که بلبشوه، توی همین فضاست که سودها در بازار محقق میشه. فقط با این تفاوت، فقط با این تفاوت شما ممکنه نگاهت به بازار به این سمت باشه که مثلا بگی آقا الان بیت کوین توی این وضعیت من باید بخرمش یا نباید بخرمش. خب ممکنه الان دچار این مشکل باشی، اما اگر بخوای همین مشکل رو ببری تو آلت کوین رو حل بکنی، توجه داشته باشید حرفی که میخوام خدمتتون بزنم سیگنال معاملاتی نیست، بلکه فقط نشان دادن یک چیزه. سیگنال معاملاتی نیست. سود کنی مال خودت، ضرر کنی مال خودت، به منم هیچ ربطی نداره. اوکی؟ ارزی که داری در تصویر میبینی اوشنه، اوشن USDT. یک کانال نزولی داری اینجا میبینی که من حوصله ندارم برات خط کشی بکنم و بعد از این که من خط کشی سریع واسات انجام بدم، یه دونه کانال نزولی اینجا داری میبینی. خب که این من اینو بلندترش بکنم تصویرش خوشگل‌تر میشه. برش یک مگنتم قطع کنم آروم شم. این کانال نزولی که داری در تصویر میبینی، این کانال نزولی ما وقتی که شکست این هولوهوش 100% پروفیت داد. میبینی دیگه اینجا رو. خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، نکته اینه که یک کانال دیگه همین الان هم همینجا تشکیل شده و این کانالی که اینجا تشکیل شده عملا اینجایی که الان خود اوشن هست بریک شده کاناله. حالا من دیگه یکی نکشم دیگه. خب کانال همینجا خودش بریک شده. یعنی چی؟ یعنی همین مثلا ارز اوشن تا تارگت هایی که تو خطچین کشیده شده هست. خب تا تارگت هایی و حالا ممکنه خر بشه حتی چیزایی بود. میخوام بگم که هنرش اینه که باید بگردی و پیدا بکنی. خب هنرش اینه که باید بگردی و پیدا بکنی و چنانچه در مورد هر چیزی مشاوره هم خواستی میتونی بری تو اینستاگرام بهم دایرکت بدی مشاوره. و
بهتون توضیح بدیم شرایط مشاوره. اگر مشاوره هم خواستیم میتونید شرایط مشاوره داشته باشین. نکته اینه که مثال من اینه آقا چنین چیزهایی در مارکت هست. حالا دیگه مدیریت سرمایه، نحوه خریدش، کجا بخرم، چی کار بکنم، کجا بفروشمش، اونا کاملا بستگی به تو داره و به من هیچ ارتباطی نداره این قضیه، چون مدیریت سرمایه و همه چی سرمایه شما مربوط به خود شماست. و اینجا جاییه که اگه میخواستی روش وقت بذاری که مدیریت سرمایه بهتری داشته باشی، تکنیک بهتری داشته باشی، مهارت بهتری داشته باشی، اونجا دیگه باید رو آموزشات وقت بذاری یا حالا استفاده از تجربه یا هر چی که اسمشو بخوای بذاری. بریم ادامه صحبت. پس مسئله اینه که آن چیز که در اصل مورد صحبت ماست اینه که اگه بیت کوین چیکار کنه، بقیه بازار چیکار میتونه بکنه. خب الان دیشب نرخ بهره فدرال رزرو هم اعلام شد، 5.5% همونجا موند. خب افزایش نداشت، کاهش هم نداشت، اما انتظار میره که در ماه‌های بعدی این اتفاق بیفته. انتظار میره کی افزایش داشته باشه؟ به نظر من افزایش در فوریه خواهد داشت. یعنی بولران کریپتو رو الان نوامبره، یعنی میخوام بگم نوامبر و دسامبر رو ممکنه بازار داشته باشه. یعنی شما 60 روز واسه ماهی گرفتن وقت داری. خب هرچند شد الان یه مقداری وقت تنگ باشه برای ماهی گرفتن، ولی فضاشو داری. بعدش حالا ممکنه توی ژانویه یا فوریه افزایش چیز داشته باشیم، نرخ بهره رو داشته باشیم و اونجا تازه برسیم به جایی که بخواد بازار بریزه و اون فازش رو متشابه 2019 که اینجای تصویر ماست اون فازش رو دارم. حالا نیاز نیست که چنین ریزشی مثل 13 مارس 2020 بخواد اتفاق بیفته، ولی به هر حال اون اصلاح آخر و بعدش بولران اصلی بازار اتفاق خواهد افتاد که حالا میرسه واسه بعد هاوینگ و این داستان. من فکر می‌کنم پلوچ 200 روز و یکم کمتر بیشتر مونده به هاوینگ. توی این فضا بازار بولران کوچولوی خودش رو داره و این بولران کوچولوی خودش رو شروع هم کرده که توضیح هم دادم انتظار ما از بازار چیه. و اینکه چی بود دیگه؟ بولران کوچولوی بازار. از بولران کوچولوی بازار سعی کنید که بتونید حداکثر استفاده رو بکنید. اگه تا آخر ویدیو اومدی حواست به این حرف من باشه. آقا دیوونه هایی هستن در اطراف تو که در مورد هر چیزی ناامیدن، بهت میگن نمیشه، این بازار مثل قبل نیست، این بازار سود نمیده، این بازار جون نداره، این بازار گوهه، این بازار پول آدمو میخوره، این بازار پول دزده، بیت کوین دزده، بایننس دزده، نمیدونم همه میخوان پول ما رو بخورن و این داستانا. آقا یک، این کار نیستی فیوچرز نکن، پول خودتو خراب نکن. دو، حواست باشه از این ماهیگیری‌های بازار استفاده کن، ابودانای بازار استفاده کن، بعدش برو هر کاری میکنی بکن، اصلا پول در بیار، برو پولشو خرج کن، دوباره برگرد بیا بولران در پول در بیار، دوباره برو پولشو خرج کن. خب توی بازار گیر نکن. وقتی بدونی داری چی کار میکنی هیچ چیزی توی بازار بر علیه تو نیست و تمام کسایی که بهت ناامیدی میدن یه مش احمق بیشتر نیستن. به حرف احمقا گوش نکن. بوس بوس، خداحافظ.